خیلی چرفیزلو همین بچه ما 10 ساله شده خیلی پوش قطعی یکون چرا قبیده رو سیده نمیتونه اجهت جسمانی یکون پرابلم داشته باشه اون یک گوده کنسی مونه که روز 3 ساله شده قطعی یکون همسود رو بازی نمیکنه یکون پرابلم روانی داشته باشه همین دخترچه رو میگن تیز گوزن یاد میگیرن یا همکارمون دخترچهش دستلاگی را پر کردیه میگه که همون کلمه بدمجتگیش یکون عباره ساخته نمیتونه یکون نقصی ذهنی داشته باشه نه بچه سوالای ما را جواب نمیدی بعد این قنایسیست چی نایسیسته؟ این مهم نیست جورا همین شبههایی که گفتی در اکثر والدان مخصوصا پدر و مادران جوان هست آنها در اکثر حالت میخوان که از اینترنت جواب بگیرند اما متاسفانه جواب مناسب یا اینکه صحیح نیست برای رفع همه شبهه ها برای جواب گرفتن به سوال ها آید به رشد جسمانی و روانی و ذهنی کودکان من کتابی رشد سالم کودک را توصیه میکنم کتاب مذکور کمک میکند که والدان درباره رشد جسمانی و روانی فرزندشان مرحله به مرحله یعنی از دوره تولد تا سن مکتبی معلومات فراوان بگیرند و اطمینان داریم که مواد اینجا بوده برای هر پدر و مادر مفید و ضرور است.